اون شب فهیمه رمضانی سر تا پا پوشیده از خون و با پای برهنه از منزل شخصی خودش بیرون میدوه. فقط میتونه چند قدم توی خیابون برداره و بعد روی زمین میفته. اون هیچ فکر نمیکرد که آخرین تصویری که توی زندگیش میبینه تصویر اون خیابون سرد در سوئده. شب 3 نوامبر سال 2025 برابر با 12 آبان سال 1404 یعنی همین 1 ماه و نیم پیش در سوئد در محله سودراگریتا در شهر وستروس هستیم. این محله یک محله خانوادگی با خونه‌های ردیفیه و مثل تمام شب‌های پاییزی اون شب هم این محله آروم بود. جایی که خیلی زود صداها معمولاً خاموش میشند و مردم عادت ندارند که شاهد خشونت باشند. اما اون شب صدای وحشتناکی از یکی از خونه‌ها بلند میشه. اون شب با شب‌های دیگه متفاوت بود. صدای مشاجره‌ای که به فریاد رسید و بعد ضربه بلندی و ناگهان قطع کامل. خانم فهیمه رمضانی، زن بی سر و صدای همسایه، اون شب به 2 از خونه خارج میشه. اینو همسایه ها گفتند که داشته میدویده، تعادل نداشته، یه کمی که از خونه فاصله میگیره، وسط خیابون میفته روی زمین. تمام لباسهاش پر از خون بوده، اما هنوز فهیمه زنده بود، اما به وضوح توی شوک و درد فرو رفته بود. و البته فهیمه تنها قربانی اون شب خونالود نبوده. یکی از همسایه ها، زنی که صدای دعوا رو شنیده بود، با وحشت بیرون میدوه. اون بعدها گفت که اول فکر کرده یک تصادفی توی خیابون اتفاق افتاده، اما وقتی نزدیکتر اومده متوجه شده که ماجرا چیز دیگه ایه. همسایه ها دورشون جمع شدند. یکی فریاد میزد، یکی دستاش میلرزید. همون زن همسایه بدون معطلی تلاش میکنه که کمک‌های اولیه رو روی فهیمه انجام بده. از داخل خونه ها حوله می آوردند تا خونریزی اون رو بند بیارند. چند متر اون طرفتر مرد جوانی هم روی زمین افتاده بود، پوشیده از خون و ناله می کرد. زخمی بود اما هنوز هوشیار بود و زنده بود. وقتی پلیس و اورژانس به صحنه رسیدند، متوجه شدند که خانومی 54 ساله به نام فهیمه رمضانی کاملا مجروح شده. خب اون رو به بیمارستان منتقل می‌کنند. ضربه‌های چاقو خورده بود، اما فقط 1 ساعت بعد توی بیمارستان متاسفانه جون خودش رو از دست میده. اما فهیمه تنها مجروح اون شب نبود. یک مرد جوان دیگه هم اون شب چاقو خورده بود که به نظر می‌رسید پسر بزرگتر فهیمه باشه. اما خوشبختانه این پسر خب جون خودش رو از دست نمیده توی همون شب. زمانی که پلیس ها به صحنه میرسند متوجه میشن که این یک درگیری اتفاقی نبوده و یک خشونت ریشه داره. ریشه در سالها زندگی مشترک، کنترل و تهدیده. فهیمه سالها همسر آقایی به نام عزیز رحمانی بود. مرد 62 ساله‌ای که طبق اسناد قضایی سوئد سابقه محکومیت بابت خشونت خانگی و تهدید رو داشت. توی پرونده‌های قبلی تهدیدها بدون ابهام و شفاف ثبت شده بودند، یعنی فقط حرف نبودند و گاهی هم خشونت اون فیزیکی شده بود. در یکی از جدی‌ترین موارد ثبت شده در 27 فروردین 1404 یا 16 آپریل سال 2025 عزیز رحمانی وارد منزلی شده بود که دیگه توی اون زمان منزل مشترکشون نبود، چون اونها مدتی بود که از همدیگه جدا زندگی می‌کردند. اما جدایی برای عزیز پایان رابطه نبود، بلکه شروع مجازات فهیمه بود. طبق رأی دادگاه زمانی که فهیمه از این درگیری لفظی عقب نکشیده و تصمیم گرفته که موضع خودش رو حفظ کنه، دعوا به حالت فیزیکی در میاد و عزیز اول خب راهش رو میبنده، اون رو نگه میداره و بعد شروع میکنه با لگدهای پا به پایین تنه و لگن فهیمه ضربه زدن. بعد دور و برش رو میگرد و اولین جسمی رو که پیدا میکنه برای ضربه زدن برمیداره و اون یک پاشنکش کفش فلزی بوده. توی منزل با هم درگیر میشن. عزیز چند ضربه با پاشنکش فلزی به پشت و پاهای فهیمه وارد میکنه. ضرباتی که اونقدر شدید بودند که خود فهیمه گفته اولین ضربه از همه سنگین‌تر بود و فکر کردم که دیگه هرگز توی زندگیم نمیتونم راه برم. این پاشنکش که عکسشو براتون میذارم بعداً توی صحنه پیدا شد. حدود 60 سانتی متر طول و فلزی. توی گزارش پزشکی قانونی بعد از این ضرب و شتم شدید آثار کبودی‌ها، سرخی پوست و درد شدید روی بدن فهیمه گزارش میشه و البته آسیب زدن به عصب حرکتی پای اون، همون احساسی رو که خودش داشت که دیگه نمیتونه راه بره.
و البته به یک مورد خطرناکتر هم اشاره شده بود. خفگی موقت فهیمه رمضانی. بعد عزیز اون رو روی تخت هل میده و گلوی اون رو با 2 دست میگیره و فشار میده. اون لحظه برای فهیمه روز آخرش بوده و فکر میکرده چیزی که داره میبینه روبروی خودش آخرین صحنه‌ایه که توی این دنیا میبینه. تصورشو بکنید چقدر سخته. و عزیز هم به کار خودش ادامه میده. انقدر فشار میده تا راه تنفسی اون بند میاد و بعد هم بیهوش میشه. خب این خفه کردن فهیمه یک کتک ساده نبوده. میتونسته اقدام برای قتل اون باشه. توی دادگاه هم این قضیه رو ساده نگرفتن. همزمان با این خشونت تهدیدها هم وجود داشتند. دادستان نقل قول کرده که عزیز گفته بود هرگز فهیمه رو رها نمی‌کنه یا تا زمانی که اون رو بکشه دست بردارش نیست. با اینکه توی این پرونده عزیز علنا سعی کرده بود که فهیمه رو به قتل برسونه و تلاش برای قتل اون بوده، اما در رأی رسمی دادگاه اومده که انگیزه عزیز از این حمله حفظ یا بازگردوندن ناموس یا شرف خانوادگی خودش بوده. یعنی ضربه ها، لگد ها، پاشنکش و فشار به گلو همه در یک منطق معنا داشتند. زن باید یا برگرده یا بشکنه. اینجا به نقطه کور سیستم قضایی میرسیم. مثلا اگر تلاش برای خفگی یک فرد وجود داشته باشه و فشار طولانی به گلو وارد بشه، اما آثار دائمی یا شواهد پزشکی علنی وجود نداشته باشه، دادگاه نمیتونه اون رو اقدام به قتل حساب بکنه، بلکه فقط یک خشونت خطرناک تعبیر میشه. توی پرونده فهیمه هم همینطور بود. با این که از این خفگی بیهوش شده بود، اما از اونجایی که آثار واضحی روی گردن این خانم وجود نداشته، دادگاه نمیتونه حکم سنگینی به آقای عزیز بده. از طرف این آقا سابقه طولانی در خشونت خانگی و تهدید داشته، اما پرونده ها به صورت جداگانه توی اون دادگاه بررسی میشند، نه به عنوان یک الگوی مستمر. یعنی هر بار فهیمه شکایت میکرد و اونها پروندهش رو به عنوان خشونت خانگی مجزا بررسی میکردند. یعنی نمیخواستند اقدامات قبلی عزیز روی رأی فعلی دادگاه تأثیری بذاره. اونها این سلسله رفتارهای عزیز رو یک مسیر رو به مرگ نمیدیدند و اینجا همون اشتباه اونها بوده. این غم انگیزه که بگم اگر قربانی توی هر مورد خشونت خانگی زنده میموند، جرم سبکتر تلقی میشد و به حد نهایی نرسیده بود. پس در نهایت عزیز به 5 سال زندان محکوم میشه. اینجای پرونده اونجاییه که باید یکم صبر کنیم. زمانی که یک مردی زنش رو با پاشنکش فلزی کفش کتک میزنه و بعد اون رو خفه میکنه در حدی که اون زن بیهوش میشه و حتی اون رو تهدید به مرگ میکنه، یعنی علنا میگه من تو رو میکشم و اقدام به قتلم کرده، اما توی دادگاه خلافش ثابت میشه و البته دادگاه به اون فقط 5 ماه زندان میده برای تمام خشونت هایی که به خرج داده. پیام سیستم به این مرد کاملا روشنه. داره بهش میگه دوباره میتونی امتحان کنی. و توی این پرونده هم عزیز واقعا دوباره امتحان میکنه. اونطور که اول پرونده گفتم، فهیمه بالاخره تصمیم میگیره که بعد از سالها زندگی مشترک از این رابطه خارج بشه. جدایی که شاید روی کاغذ ساده به نظر برسه، اما در عمل برای زنی که سالها تحت سلطه و خشونت بوده پرخطرترین مرحله است. در جریان جدایی عزیز دیگه به طور رسمی توی خونه مشترکشون زندگی نمی‌کرد و فهیمه توی اون آپارتمان با بچه‌ها تنها بود. اما این تنها بودن توی پرانتز در چنین پرونده هایی به ندرت برای زن به معنای امنیته. عزیز دائما قصد داشت که به منزل مشترکشون برگرده، البته نه از مسیر قانونی یا گفتگو با خود فهیمه، بلکه با اجبار. این همون نقطه‌ایه که توی بسیاری از قتل‌های خانوادگی و ناموسی تکرار میشه. لحظه‌ای که مرد احساس میکنه که باید به هر قیمتی کنترل از دست رفته خودش رو پس بگیره، حتی اگر قانون و خواسته اون زن مانع اون باشن. بعد از مرگ فهیمه توی بیمارستان تحقیقات حول محور عزیز و اقوام اون و خانواده اون شکل میگیره، به خصوص روی پسر بزرگتر عزیز که پسر فهیمه نبوده و از ازدواج قبلی عزیز بوده تحقیق میکنن. این پسر آسور رحمانی نام داشته و نقشش توی این پرونده مهمه، چون یکی از پایه‌های قدرت خانواده مرد سالار عزیزه. در یکی از نقل قول‌های قدیمی مهم این پرونده، فهیمه گفته بود که به این نتیجه رسیده
کین آسوه که پدرش رو تشویق میکنه که به خونه برگرده و فهیمه رو بیرون بکنه. چون با این که این خونه 80 متری سه‌خوابه فقط اجاره‌ای بود، اما در روند طلاق رسمی اونها دادگاه بررسی کرده بود که چه کسی در این رابطه بیشتر در معرض خطره و چه کسی واقعاً سرپرست عملی فرزندانه و چه کسی قربانی خشونت خانگی بوده. و توی این پرونده هم فهیمه قربانی مستند خشونت عزیز بوده که سابقه محکومیت هم داشته. در نتیجه رأی دادگاه به نفع فهیمه بوده و حق سکونت توی اون منزل رو به این خانم داده بودند. آسو پدرش رو تشویق می‌کرد که برگرده به خونه و فهیمه رو از اون خونه بندازه بیرون. میگفت این خونه حق توئه. توی خانواده‌های این چنینی اصولاً فرزندان ارشد، به خصوص پسرای خانواده، یه جورایی گاهی اوقات ناخواسته و گاهی هم آگاهانه حافظ نظم پدر میشن. نظمی که باعث استمرار خشونت برای افراد دیگه خانواده، به خصوص زنهای خانواده میشه. فهیمه متولد سال 1971 میلادی یا 1350 شمسی بود. زنی که در گذشته خودش یک زندگی طولانی فرسوده داشت. زندگی که از همون آغاز در چارچوب انتخاب شخصی اون شکل نگرفته بود. اون در اوایل دهه 20 زندگیش با عزیز رحمانی که اون زمان یک مرد طلاق گرفته بود، در ایرانو به صورت سنتی و خانوادگی ازدواج کرده بود. ازدواجی که بیش از این که حاصل تصمیم این دو نفر باشه، نتیجه توافق خانواده های اونها بود. اما حتی بعد از این که مهاجرت میکنند هم سبک زندگی اونها و ساختار خانوادهشون تغییری نمیکنه. یعنی اون الگوی کنترل و تسلط و خشونت همچنان توی یک کشور جدید، کشور میزبان، با قوانین جدید یکسان میمونه. توی اکثر پرونده‌های قتل، به خصوص قتل‌های ناموسی خاورمیانه‌ای، این الگو رو همگی دیدی. توی عکسای فیسبوکشون که داشتم نگاه می‌کردم، متوجه نگاه‌های محزون کل خانواده، به خصوص خود خانم فهیمه شدم. خیلی غم انگیزه. این که نه توی کشور اول، نه توی کشور دوم، هیچ کجا قدرت انتخاب نداشته باشی و البته امنیتی هم نباشه. خانم فهیمه خیلی زود وارد نقش مادری میشه. یعنی خیلی سن و سالش کم بوده و بچه‌های این خانواده هم زیاد هستن. 2 تا دختر و 1 پسر از طرف فهیمه و آسو هم از ازدواج قبلی بوده. عزیز و فهیمه خیلی زود پدر بزرگ و مادر بزرگ میشن. این نکته از نظر قربانی شناسی اهمیت داره، چون اغلب تصور عمومی اینه که زنان قربانی خشونت خانگی زنهای جوانتری هستند که بیشتر در معرض خروج از ازدواج و رابطه‌های سنتی هستند و حتی امکان خیانت اونها وجود داره. اما توی این پرونده فهیمه زمان قتل 54 سال داره. در اواسط دهه 2000 میلادی، حدود 1380 شمسی، خانواده اونها به سوئد مهاجرت میکنند و قرار بود که این آغاز فصل جدیدی از زندگی اونها باشه. اما برای بسیاری از زنان خاورمیانه‌ای در روابط خشونت‌آمیز، مهاجرت بیشتر از این که برای اونها آزادی بیاره، انزوای مضاعف میاره. زبان جدید، قوانین جدید، دوری از خانواده، وابستگی اقتصادی به همسر، همه باعث میشن که زن کمتر دیده بشه، حتی اگر در کشوری با قوانین حمایتی زندگی بکنه. توی پرونده اومده که خانم فهیمه با اینکه مهاجرت کرده بود، اما خیلی خوب ادغام نشده بود با محیط بیرونی و همون نقش مادر و همسر مختصر رو توی خونه ایفا می‌کرد. توی اکثر پرونده‌های خشونت خانگی می‌بینیم که زنها واقعاً همگی توی خونه محدود شدند و مردهای حالا خشن، به همه مردها نمیخوام تعمیمش بدم، نقش دروازه‌بان ارتباط این زنها رو با دنیای بیرون ایفا میکنند و هرچه این دروازه کوچیک‌تر، تنگناهای این زنها و فشار روی اونها هم بیشتر. عزیز اصالتاً اهل کردستان بود. اون توی سوئد بارها به دلیل خشونت علیه فهیمه و حتی فرزندانشون محکوم شده بود. اما از اونجایی که خیلی زود اون رو رها می‌کردند و رسیدگی نمی‌کردند و مجازات‌ها کوتاه مدت بودند، تغییری در ساختار زندگی اون ایجاد نشده بود. خشونت عزیز توی سوئد متوقف نمیشه، بلکه شکلش عوض میشه. زمانی که به اصطلاح کارت به استخوان فهیمه رسیده بود، وقتی متوجه میشه که فقط یک زن درگیر دعوای خانوادگی نیست، بلکه ممکنه بالاخره و در نهایت کشته بشه و قانون هم کار جدی برای نجاتش انجام نمیده، تصمیم میگیره که از عزیز جدا بشه. با این حال اون این مسیر رو انتخاب میکنه. البته این تصمیم ساده‌ای نبود. تصور بکنید یک خانم 50 و اندی ساله، همین خانم فهیمه، بعد از اینکه سالها زندگی مشترک داشته، سنتی زندگی کرده و حالا هم نوه داره، بچه داره و وابستگی اقتصادی و عاطفی داره،
چطوری میتونه جدا شه؟ هرچند که این جدایی به معنای فروپاشی نظم قدیمی بود، اما فهیمه برای اولین بار توی زندگیش روی تصمیم خودش پافشاری میکنه. طلاق فهیمه و عزیز یک تصمیم ناگهانی نبود. نتیجه سالها فرسایش، تهدید و خشونت ثبت شده بود که در نهایت به نقطه‌ای رسید که دیگه قابل تحمل نبود. توی مرحله جدایی اونها، نقش خانواده عزیز هم پررنگ‌تر میشه. به اضافه آسو، پسر بزرگتر عزیز، خانواده و بستگان اون که توی سوئد اقامت داشتند هم پشت اون بودند. همه طرفدار بازگردوندن از نظر خودشون نظم به این خانواده بودند. بازگردوندن نظم مساوی بود با بازگردوندن عزیز به خونه. پس فهیمه زیر فشار مضاعف بود. چون نه تنها همسر سابق اون تهدیدش میکرد، بلکه احساس میکرد که از درون خانواده هم تحت فشاره. اینجا همون جایی که قربانیان خشونت خانگی دچار تردید میشن. اگر همه علیه من هستند، اگر خانواده دیگه من رو نمیخواد، اگر من رو تایید نمیکنند، شاید من اشتباه میکنم. این تردید یکی از خطرناکترین مراحل در چرخه خشونته. باعث میشه که خیلی از قربانی‌ها پیش آسیب زننده خودشون برگردند. خانم فهیمه کوتاه نیامد. شکایت کرد، شکایتش ثبت شد، اقدامات قضایی هم صورت گرفت، اما مثل همیشه سیستم قضایی توی موارد خشونت خانگی خیلی واکنشیه و پیشگیرانه نیست. یعنی متاسفم بخوام این حرفو بزنم، اما تا زمانی که خونی ریخته نشه برای سیستم قضایی در قبال زنها، این خطر یک خطر بالقوه است، نه یک خطر بالفعل. شب حادثه همه این رشته ها به هم گره خوردند. گذشته حل نشده، جدایی ناتموم، فشار خانوادگی، مردی که حاضر نبود شکست رو بپذیره و فهیمه نه فقط قربانی یک مرد، بلکه قربانی مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، تأخیرها و ساختارهایی شد که سالها اجازه دادند که خشونت علیه اون ادامه پیدا بکنه. گزارش پزشکی قانونی میگه فهیمه به علاوه زخم چاقو، آسیب‌های کهنه‌ای هم داشته، زخم‌های ناشی از ابزار خانگی برای ضرب و شتم، مثل همون پاشنکش کفش معروف، ضربات متمرکز، خطی و عمیق. اما آسیب‌های شب 3 نوامبر سال 2025، بریدگی‌های عمیق چاقو به نواحی حیاتی، قفسه سینه، شکم و گردن اون بودند که باعث خونریزی شدید داخلی و افت سریع فشار خون اون شدند، از کار افتادن سیستم گردش خون و در نهایت مرگ اون در چند ثانیه. به فهیمه بیش از 4 ضربه چاقو زده بودند. اما چطور تونسته بود با وجود تمام چاقوهایی که خورده بود این فرار خونین خودش رو از داخل خونه انجام بده؟ معلوم بود که کار آدرنالین بود. روی بدن اون آثار دفاعی زیادی وجود داشت. بریدگی‌ها، کبودی‌های کف دست، آسیب ساعدها و زخم‌های نامتقارنی که انقدر زیاد بودند که نمیشد به یک درگیری یک نفره اونها رو نسبت داد. وضعیت پسر ارشد فهیمه هم بهتر از خودش نبود. کاملا مشخص بود که اون حد اکثر تلاشش رو برای دفاع و پاسداری از جون مادرش انجام داده. برای فهمیدن و تحلیل رفتارهای عزیز رحمانی باید از این تصور فاصله گرفت که اون توی یک لحظه دیوانه شده، مجنون شده، تصمیم آنی گرفته. هیچ چیز توی این پرونده اتفاقی نیست. مثلا عزیز مردی نبود که بابت شغلش توی جامعه یا مشارکت اجتماعیش یا نقش مدنیش تعریف بشه. نقش اون بابت تمام حاکمیتی که روی خانوادش داشته تعریف شده بود. یعنی هر چقدر که تسلط بیشتری روی خانوادش داشت، زندگی اون هم بیشتر معنی پیدا می‌کرد. برای همین هم توی همین کانال پرونده‌های زیادی داریم که زمانی که مردها، به خصوص مردهای خاورمیانه، باز هم نمیخوام به همه تعمیم بدم، اما وقتی متوجه میشن که قدرت رو توی خانوادهشون از دست دادن، خیلی واکنش‌های خشن این چنینی نشون میدن. یه پرونده دیگه هم پارسال گذاشتم، اون هم توی سوئد اتفاق افتاده بود. یک آقایی بعد از اینکه مادر زنش میاد سوئد و احساس میکنه که داره چارچوب خانواده‌اش رو از دست میده و قدرتش داره میفته دست مادر خانومش، تصمیم میگیره که بچه خودشون رو به قتل برسونه. من براتون لینکشو میذارم این بالا. بعد از این پرونده اگر ندیدید حتما ببینید. توی چنین ساختاری خانواده فقط یک واحد عاطفی نیست، بلکه قلمروه. زن، بچه‌ها و حتی تصمیم‌های روزمره خانواده بخشی از این قدرت و قلمرو محسوب میشند. از اونجایی که توی پرونده‌های قضایی پیشین اون عزیز بارها و بارها به دلیل خشونت و تهدید محکوم شده بود، این یعنی خشونت برای اون یک لغزش نبود،
بلکه راه حل بود. مردایی مثل اون زمانی که با تعارض مواجه میشند، مذاکره نمی‌کنند و وقتی جواب نگیرند، اون رو تشدید می‌کنند. جدایی فهیمه برای عزیز فقط پایان یک رابطه نبود، پایان نقش اون توی کل جامعه و زندگیش بود، پایان جایگاهش بود. اینجاست که مردای کنترلگر دچار چیزی میشند که توی روانشناسی به اون بحران فروپاشی هویت اقتدار محور میگن. اونها از خودشون نمیپرسند که چرا زن زندگیمون رفت، بلکه میپرسند چطور جرأت کرد که بره. توی چنین ذهنیتی قانون معنای خاصی نداره. پلیس، دادگاه، حکم منع تماس، همه برای این دسته از مردها موانعی موقتی اند که باید دور زده بشن. و برای همین هم هست که عزیز بارها و بارها خشونت و تهدید علنی و ثبت شده انجام داده بود. اون اصلاً پنهانکاری نمی‌کرد، چون خودش رو محق میدونست. مردایی که خودشون رو محق میدونند از عواقب کارشون نمیترسن. در شب حمله در حوالی ساعت 10 شب، عزیز نیمه برهنه روبروی منزل فهیمه و بچه‌ها ظاهر میشه. انگار عجله داشته و فرصتی برای پوشیدن لباس نداشته. تا جایی میشه گفت که این نیمه برهنگی اون تهاجمی بوده، مثل کسی که از تخت یا از فضای خصوصی خودش کنده شده و همونطور نیمه برهنه اومده تا یک چیزی رو پس بگیره. بعد از جدایی خب هیچ آدرس ثابتی نداشت، همیشه در جابجایی بود. یک آدرس نسبتاً رسمی رو اعلام کرده بود که توی منزل یکی از اقوامش بود، اما هیچ وقت اون رو اونجا پیدا نکردن. یه جوری آدرس سوری بود. وقتی نیمه عریان به در منزل میرسه و سعی میکنه که وارد بشه، فهیمه حتی فرصت نمیکنه که از دست اون فرار بکنه. فشار، کشیده شدن، افتادن روی زمین و چاقویی که با خودش آورده بود و به اون حمله میکنه. درگیری فقط بین این دو نفر نمیمونه. پسر بزرگتر فهیمه میاد تا اونها رو جدا بکنه، اما عزیز با اون هم درگیر میشه. شاید فهیمه حس میکرد که اگر بمونه کارش تمومه. به اندازه کافی چاقو خورده بود. کشون خودش رو به بیرون خونه میکشه و هیچ فکر نمیکرد که آخرین تصویری که توی زندگیش ببینه تصویر اون خیابون سرد و خلوت باشه. فهیمه شاید اون لحظه دوست داشته چشمای درشت نوش رو ببینه. نوع قتلی که عزیز اون شب انجام میده نمیتونه در دسته برنامه ریزی شده ها قرار بگیره، نه کاملا آنی. اون تصمیمش رو از قبل گرفته بود. فقط زمان و شکل بروز اون مشخص نبوده. خودش توی اعترافاتش از دردهای جسمانی و وضعیت بدنی ضعیف و ناپایدارش به عنوان یکی از توجیه‌ها یا زمینه‌سازی برای عملی که انجام داده یاد میکنه. اما این حرفها بیشتر نقش بهانه و توجیه دارن. میگه دور از خانه و خانواده توی غربت انقدر اون شب حالم بد بود و نمیدونستم دارم چه کار میکنم که حتی نتونستم قبل از اینکه خودم رو به خونه برسونم لباس تنم بکنم. اما من و شما میدونیم که احتمالاً این حرفا برای برداشتن بار مسئولیت از روی تصمیم آگاهانه خودشه. درباره این قتل با اطرافیان و آشنایان و دوستان این خانواده صحبت کردند، اما هیچ کدوم از این حرفها رسمی نبوده. اما اکثر اونها روی سالها ترس و کنترل و البته جهنم خانگی تاکید کردند. اطرافیان خود عزیز هم خب صحبت رسمی نکردند، هیچ کدومشون هاشا نکردند، انکار هم نکردند، دفاعی هم نداشتند و شاید این باز بودن پرونده هم بی تاثیر نیست. عزیز با اتهام به قتل بازداشت میشه، اما دادستان معتقده که شواهد قوی وجود داره که علاوه بر اون بستگان عزیز و پسر اون در این قتل شرکت کردند و به اتهام مشارکت یا معاونت تحت تعقیب قرار گرفتند. این نمیتونه به این معنی باشه که تک تک این افراد درگیر به فهیمه چاقو زدند، اما بعضی از اونها توی درگیری و بیشتر کردن آتش دعوا نقش پررنگی داشتند. با توجه به اینکه این پرونده همین 1.5 ماه پیش اتفاق افتاده، حکم قطعی عزیز و اقوامش هنوز صادر نشده و احتمالاً 4 تا 5 ماه دیگه حکم اونها صادر بشه. پرونده خیلی جدیده. زمانی که حکم صادر شد براتون نتیجهش رو توی کامنت اول یا توی کامیونیتی میذارم. این قتل فقط یک جنایت خانوادگی نیست، نمونه‌ای فشرده از برخورد 3 تا نیروه: مالکیت مردانه، لحظه جدایی و ناتوانی سیستم در پیشگیری از اون. فهیمه توی این پرونده برخلاف خیلی از پرونده‌های جنایی دیگه قطعاً میتونست به قتل نرسه. هشدارهای زیادی برای اون وجود داشت: محکومیت قبلی، تهدید به قتل، گزارش‌های مکرر. اما خشونت خانگی حتی در کشوری مثل سوئد خصوصی تلقی میشه. این پرونده رو نمیشه با برچسب قومیت یا فرهنگ خاصی کنار گذاشت.
چون سازوکارش یعنی مالکیت مرد، رمانتیزه کردن صبر زن و سکوت اطرافیان توی تقریباً تمام دنیا اتفاق میفته. البته بخش وسیعی از جامعه ما ایرانی‌ها، چه داخل کشور چه در مهاجرت. من اصرار داشتم که راجع به پرونده قتل خانم فهیمه رمضانی صحبت بکنم و ما نباید بذاریم که این مدل قتل‌های ناموسی این چنینی تبدیل به رقم بشن. هر کدومشون به نوبه خودشون باید برای ما مهم باشن. مثلا توی این پرونده قربانی ما خانم فهیمه هیچ تعریفی راجبش نشده. ما نمیدونیم علاقه‌مندیاش چیه، چه کارهایی انجام میداده. هیچ چیزی که در مورد خودش اختصاصی باشه و شخصی باشه حتی روی این پرونده وجود نداره و این خیلی غم انگیزه که ما نتونیم حتی این زن رو بعد از اینکه از این دنیا رفته یک تعریف شخصی بکنیم. من اصلا دوست ندارم که این پرونده در حد خبر باقی بمونه. اگر بیشتر آگاهی داده بشه، اگر بیشتر این الگوها بررسی بشن، شاید آخرین قتل نباشه، اما این هشدار ممکنه جون یک فرد دیگر رو چه داخل ایران چه خارج از ایران نجات بده. نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ به نظرتون اگر زودتر این تهدیدهای گاه و بیگاه عزیز جدی گرفته میشد، آیا خانم فهیمه از دنیا میرفت؟ این قضیه که خب خود آقای عزیز کلی سوء سابقه داشته، کلی هم تهدید به قتل کرده بوده این خانم رو، یعنی علنا یک خطر قریب الوقوع بوده. چرا هیچ کس به داد این زن نرسیده؟ چرا فقط بهش 5 ماه زندان دادن بعد از اون ضرب و شتم شدیدی که ثبت شده بود؟ شما فکرشو بکنید چند تا از این دعواها ثبت نشده باقی موندند. و از همه مهمتر نقش اطرافیان عزیز تو این پرونده چیه که بعد از اینکه از خونه انداختنش بیرون بهش سرپناه دادند و حتی توی این قتل یک کسی مثل پسر ارشد اون از پدرش حمایت کرد و حتی بهش کمک کرد، چون فقط عزیز توی این پرونده دستگیر نشده. به هر حال نظرتون رو برام توی این پرونده بنویسید. برای کسایی که سال نو میلادی رو جشن میگیرند، دیروز اول ژانویه بود. امیدوارم که سال نو، سال 2026 برای هممون خوب باشه، بهترین سالمون باشه و همینطوری کنار هم باشیم. این کانال، این خانواده رو با هم دیگه بزرگتر کنیم. یادتون نره که کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، برای دوستاتون بفرستید. اگر گزینه هایپ براتون نمیاد بالا، ریفرش کنید و اگر چند روز دیگه، چون 1 هفته وقت دارید، باز به ویدیو برگردید، شاید گزینه براتون فعال بشه. یکم تنظیمات یوتیوب به هم ریخته. خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید، اینجا هستید. میبوسمتون. چاو.